به نام خدا. سلام. تو این ویدیو قرار یاد بگیریم یه چت سرور ساده رو با پایتون بسازیم که بتونه همزمان چند تا کلاینت رو مدیریت کنه و پیام‌های متنی و فایلی رو بین این کاربرا، این کلاینت ها رد و بدل کنه. چیزایی که قراره توی این ویدیو یاد بگیریم شامل مباحث برنامه‌نویسی شبکه در پایتونه، استفاده از سوکت ها برای ایجاد ارتباط، مولتی ترادینگ و مدیریت همزمان چند تا کاربره و قرار ارسال و دریافت پیام‌های متنی و فایلی رو توش انجام بدیم و یاد بگیریم. مفهوم سرور و کلاینت مفهومیه که در برنامه‌نویسی شبکه و کلا در ارتباطات شبکه‌ای خیلی مهمه. سرور نرم افزاریه که همیشه در حال گوش دادنه به درخواست کلاینت یا کلاینت ها. کلاینت اون نرم افزاری که روی یک سخت افزاری مثل سخت افزار گوشی ما اجرا میشه و درخواست خدمات رسانی رو برای سرور ارسال میکنه. کارمون رو شروع میکنیم، یک پوشه میسازیم و شروع میکنیم به نوشتن سرورمون. من یک پوشه درست میکنم اینجا. من یک پوشه درست میکنم، اسمش میذارم سیمپل چت بات. وارد سیمپل چت بات میشم و وی اس کدم رو ران میکنم. برای اینکه برنامه‌نویسی سوکت انجام بدم، سوکت یکی از ماژول‌های مورد استفاده ماست که جزء ماژول‌های استاندارد پایتون و نیازی به نصب نداره. خب من میام و فایل درست میکنم به اسم server.hi. اول از همه نیاز دارم که سوکت رو ایمپورت کنم. بعد از اینکه سوکت رو ایمپورت کردم، سوکت چیه؟ ابزاری که من اجازه میده the concept to that hello communication. خب کانسپت مفهومیه که اجازه میده ما کامیونیکیشن یا ارتباط برقرار کنیم بین چند تا نرم افزار. وقتی که یک سرور رو من میخوام وصلش کنم به شبکه، یعنی یک اپ سرور میخوام بسازم، نیاز دارم که بیام چه کار کنم؟ یه دونه سوکت بسازم. یه سوکت میسازیم. سوکت یه جورایی مثل چی میمونه؟ مثل اون منفذی میمونه که ایجاد میکنن تا محتویات. من معمولا اینطوری مثال میزنم، میگم فرض کنید که اتفاقی که بین سوکت و بین سرور و کلاینت میفته خیلی مشابه اون اتفاقی که شما وقتی خدای نکرده مریض میشید و بهتون سرم میزنن میفته. مواد مغذی که درون اون کیسه سرم هست وارد رگ‌های شما میشه. از چه طریق این مواد رو منتقل میکنن از اون کیسه سرم به رگ‌های شما؟ از طریق سوراخ ایجاد کردن درون سرم و درون رگ شما که این دو تا سوراخ از طریق یک شلنگ به هم وصلن. وقتی من صحبت از سوکت میکنم، سوکت هم یعنی همچین چیزی. من یک سوراخی ایجاد میکنم توسط برنامه سرور که اجازه میده دیتا یا جریان داده ها بین سرور و کلاینت جابجا بشه. با کدی که اینجا نوشتم یه سوکت برای من ساخته میشه. سوکتی که دارم ایجاد میکنم از تابع سازنده سوکت که استفاده میشه تا سوکت رو برای ما بسازه، سوکت کانستراکتوری که اینجا دارم فراخوانیش میکنم، پارامترهایی داره. پارامترهای ورودیش اول از همه اینه که این سوکت ما قراره از چه نوع خانواده های آدرس بگیره که AF اینت هستش، یعنی ما قراره IPv4 بهش بدیم. دومین بخش اینه که سوکت ما قراره چه نوع کارکردی داشته باشه. سوکت من قراره بیا چه کار کنه؟ جریان داده رو بفرسته. سوکت ساک استریم. این برای ما یه سوکت میسازه.
منتها این سوراخی که ایجاد کردیم، این سرور سوکتی که ایجاد کردیم، میاد برای ما چه کار میکنه؟ بعد از اینکه این کار انجام داد، خب من بهش گفتم سوکت من از آدرس AFINET یعنی ادرس فامیلی اینترنت IPv4 استفاده میکنه. حالا من باید میام یک IP بهش بدم. میگم server.bind داری IP بهش میدم 0.0.0.0 و وقتی من IP در دنیای کامپیوتر و شبکه IP رو ست میکنم، باید پورتی رو هم ست کنم 55 55 همین پورتی رو ست میکنم. حالا اون سوکتی که من ایجاد کردم وصل شد به این آدرس و این آدرسی که وجود داره همه اطلاعات رو داره میگیره. خب میام چه کار میکنم؟ میگم خب سوکت ایجاد شد، حالا سرور لیسن اون سوکتی که ایجاد کردم داره گوش میده ببینه آیا درخواستی از سمت کلاینت براش میاد یا نه. server.listenی که استفاده کردم یک متدیه از کلاس سوکت که میتونه داخلش داشته باشه، داخلش دیتایی داشته باشه، داخلش یک پارامتری رو بگیره. پارامتر رو من میذارم 5 مثلا. این یعنی چی؟ یعنی این سوکتی که ما ایجاد کردیم منتظره و به 5 تا کلاینت به صورت همزمان میتونه گوش بده. من میام از تابع پرینت استفاده میکنم و میگم که server is listening or running. این الان بخش اول برنامه سوکت ما. من یک سوکتی در یه سوکت سروری ایجاد کردم که IP آدرسش 000 و پورتش 5555 و وقتی یک کد اجرا بشه شروع میکنه به گوش دادن. این از این. حالا بریم ادامه این بحث سوکت رو بنویسیم. من قراره بیام و چه کار کنم؟ قراره بیام و قابلیت مدیریت کلاینت ها رو بهش اضافه کنم. من برای این کار چند تا کار انجام میدم. اول از همه میام و ماژول threading رو ایمپورت میکنم. ایمپورت threading چه کار میکنه؟ من اجازه میده که برنامه‌ام چند تا مسیر همزمان اجرا داشته باشه. threading یا چند ریسمانی یا نخکشی یا ریسمان کشی چه کار میکنه؟ اجازه میده که من بیام توی برنامه‌ام چند تا تاسک، چند تا کار رو همزمان با هم انجام بدم. منتها نکته‌ای که در پایتون وجود داره بهتره برای اینپوت و آوتپوت استفاده بشه، نه برای چیزهای دیگه، چون احتمال قفل کردن برنامه وجود داره. گاربیج کالکتور احتمال قفل کردن. خب من میام چه کار میکنم؟ یه لیست درست میکنم به اسم کلاینتس. قرار چیکار کنه؟ قراره مشتری هایی یا کلاینت هایی که درخواست دادن رو توی خودش ذخیره کنه. خب من بایند رو انجام دادم. حالا میام و یک تابع تعریف میکنم به اسم handle client. handle client من چی میگیره؟ یک ورودی میگیره به اسم client socket. سوکت کلاینتی رو خواهد گرفت و سیستمش به این شکله که میاد میگه که به صورت مدام دائما تلاش میکنه تا مسیج هایی که یا پیام هایی که از طرف کلاینت ها فرستاده میشه رو دریافت کنه. یه بافر من بهش میدم 1024 بایت و دکودش میکنم تا به صورت رشته در بیاد، از بایت استرینگ به استرینگ تبدیل بشه. بعد که این کار رو کردم پس اینطوری میشه کد من داره تلاش میکنه پیام هایی که از سمت کلاینت براش میاد رو این تابع این کارو میکنه، دریافت میکنه. خب بعد که دریافت کرد میاد چه کار میکنه؟ پس بذار اینجا یه کامنت بذاریم try to get message from client. بعد که این کار رو کرد یک کلاینت رو هم مدیریت میکنه، نه کلاینت. اگر نکنه من فقط یک کلاینت سوکت دارم. میاد بررسی میکنه و میگه اگر این مسیج وجود داشته باشه یا توهی نباشه، به این شکل میگه اگر مسیج ما
خالی نبود پرینت میکنه. چی رو پرینت میکنه؟ پرینت میکنه من از اف استرینگ استفاده میکنم که بگم چه چیزی دریافت شد. received دوست نشته باشم مسیج، نه خود مسیج رو بنویسم. مسیج رو من بهش میدم تا نمایش بده. بعد که این کارو کرد از تابع برودکست استفاده میکنم، مسیج رو بهش میدم و کلاینت سوکت رو هم بهش میدم. برادکست چیه؟ ما برادکست رو که ایمپورت نکردیم. برادکست تابعی که قراره به زودی تعریفش کنیم و در موردش صحبت کنیم که عملکردش به چه شکل خواهد بود. اگر این تلاش بی سرانجام اکسپت میاد چه کار میکنه؟ کلاینت رو لیست کلاینت ها رو دریافت میکنه و کلاینت سوکت رو ریموو میکنه ازش. یعنی چی؟ میگه اون که این کلاینت برای ما پیغامی نفرستاده، ما ارتباط پیامی باهاش نداریم و بعد میاد اون سوکت رو میبنده و برنامه رو متوقف میکنه، حلقه رو متوقف میکنه. این میشه از سیستم کاری ما. این میشه از در هندل کردن پیام های دریافتی از سوی کلاینت. خب بریم سر وقت تابعی که در موردش صحبت کردیم، تابعی به اسم برادکست. برادکست میاد چه کار میکنه؟ برادکست همونطوری که در بالا ازش استفاده کردیم مسیج و سندر ساکت رو میگیره، یعنی مسیج و کسی که اون پیغام رو برام فرستاده و بیاد بیه که برای هر کلاینتی که داخل اون کلاینت گلوبالمون داریم لیست کلاینت ها، اگر کلاینتمون با سندر سوکت یکی نبود میاد چه کارش میکنه؟ client dot send message dot encode. قراره چه کاری انجام بده؟ برادکست کردن، یعنی پخش سرتاسری دیگه. خب کد ما این حرکت انجام میده. هندل کلاینت میاد یک پیغامی رو از یک کلاینت دریافت میکنه و برای بقیه کلاینت ها ارسالش میکنه. کاری که قرار انجام بده. خب درسته؟ کار انجام میده. من 2 تا تابع تعریف کردم ولی ازشون چه استفاده نکردم. حالا وقتشه که بیام و از این توابع استفاده کنم. چطوری استفاده میکنم؟ اینطوری استفاده میکنم. این میشه مین لوپ برنامه من میگم تا ابد بیا کلاینت سوکت رو یه آدرس رو از چی بگیر؟ از server.accept. server.accept میاد چه کار میکنه؟ اینطوری بهتون میگم. وقتی برنامه ما اجرا میشه به این شکل، برنامه ما اجرا میشه، سوکتی ایجاد میشه، سوکت سرور ایجاد میشه، آدرسی بهش بایند میشه یا وصل میشه و سرور شروع میکنه به گوش دادن به 5 تا کلاینت. سروریز رانینگ. بعد که این کار رو انجام داد، این تابع سوکت سرور تابع یا متدی داره به اسم accept میاد چه کار میکنه؟ ریکوست هایی که براش اومده موقع لیسن کردن، موقع گوش دادن رو، درخواست ها رو میپذیره و این درخواست که میپذیره تابع یا متد accept میاد و این حرکت رو انجام میده. 2 تا خروجی میده. یک، سوکتی که آدرس سوکتی که یا اون مفهوم، اون کانسپت سوکتی که از سمت کلاینت داره دیتا میفرسته رو و آدرسش رو میده بیرون. به این خاطره که ما کلاینت سوکت، یعنی کسی که برای ما سوکتی که برای ما مسیج فرستاده رو و آدرسش رو تو این 2 تا متغیر ذخیره میکنیم. بعد که این کارو کردیم میایم چه کار میکنیم؟ پس اینطوری بگیم receive request from client.
خب این کار انجام بده. بعد که این کار کردیم ما میایم و چیکار میکنیم؟ add client that sent request to clients list. میایم میگیم clients dot append. بهش چی رو اپند میکنیم؟ بهش کلاینت ساکت رو اپند میکنیم. بعد که کلاینت ساکت رو اپند کردیم میایم و رید میکنیم استاتوسی رو با استرینگ و میگیم new connection یا connection from other. این چی؟ از این آدرس برای ما کانکشنی اومد و ما کانکشن رو اکسپت کردیم یا پذیرفتیم. بعدش که این کار کردم میام چه کار میکنم؟ میام و یک threadی میسازم، یک ریسمانی میسازم که اون ریسمان بیاد و اون بحث تابع هندل کلاینتی رو که داشتیم رو به عهده بگیره اجراش کنه. میام میگم کلاینت thread برای من با استفاده از کتابخونه threading میاد و یک threadی رو میسازه، یک ریسمانی رو میسازه که این ریسمان تارگتش هندل کلاینته، یعنی قرار این متد رو روی ریسمان به تنها اجرا کنه و آرگومان هایی که قراره برای هندل کلاینت فرستاده بشه، هندل کلاینت چی میگرفت؟ یه دونه سوکت میگرفت دیگه، دقیقاً همین سوکتی که ما اینجا گرفتیم. پس آرگومان ها میشه چی؟ به صورت یک تاپل بهش میدم کلاینت سوکت، یک تاپل تک عضوی میگیره و بعدش میگم چی؟ کلاینت thread start، یعنی که thread من شروع میکنه فعال شدن و فعالیتش رو ادامه میده. این کاریه که در بخش سرور ما انجام دادیم. خب بیایم کدمون رو یک بار اجرا کنیم. python server.py کد رو اجرا میکنم و توی بایند من یک اشتباه کردم. توی بایند همونطوری که اون thread یه دونه چیز میگرفت، یه دونه تاپل میگرفت، بایند من هم یک تاپل میگیره. اگر تاپل رو بهش بدیم و اجرا کنیم سرور ایز رانینگ، الان سرور من مشغول لیسن هستش، سرور شروع کرد به گوش دادن و از اون طرف وایل ما وارد مسیر میشه، داره سعی میکنه تا کلاینت ها رو اکسپت کنه و برای هر کلاینتی یک thread داشته باشه. اوکی، من برنامه رو متوقف میکنم. بریم بخش بعدی پروژه‌مون رو ضبط کنیم.